سلام به برابکس یوتیوب سهیل اقتصادی. محمد مشهدی هم میخوایم محتوا رو دیگه سر تایتل خودش بریم جلو که انشالله ادامه دار نره جلو و پراکنده نشه. سهیل صدای من میوته چیه؟ من زیپ کردم که زر نزنم. آها. خب درباره این میخوایم صحبت بکنیم که بعضی از ماها از اخراج شدن میترسیم و بعضی از ماها از اخراج کردن میترسیم. یعنی ترس داریم از اینی که فلانیه داره دهنمون رو سرویس میکنه، نیرویی که توی دفترمون کار میکنه باش همکاری میکنیم میترسیم اخراج بکنیم، یا فلانجا کار میکنیم کارفرمای یه اهریمن شیطان صفتیه که زده ما رو پاره و پوره کرده، میترسیم از اونجا استعفا بدیم بریم، میترسیم اخراج بشیم. یارو میگه اگه درست کار نکنی اخراجت میکنم و فلان میکنم، ما میترسیم مثلا 3 سال وای میسیم اونجا کار میکنیم. درباره این موضوع با هم صحبت بکنیم و یه ذره این ترسا رو از بچه‌هایی که ویدیو رو میبینن بگیریم که نترسن، هیچ خبری نیست، به راحتی اخراج بشیم و به راحتی اخراج کنیم. خب من چون که آدما رو استخدام میکنم خیلی بترسین، رئیستون حساب ببرین، اصلا حرفی که گوش ندین، هر چی واسهتون داد میزنه بگین بله قربان. نه ولی خارج از شوخی اینو راست میگی. من یه رفیق داشتم اومد تو کارم و بعد چند تا تو کارم بود گفت آقا میخوای بیزنست قوی تر شه این رئیس اصلی تو اخراج کن، این کسی که همه زیرشن و نمیدونم فلان بسال میکنه. گفتم که وا دیوونه ای، این 2 سال اینجا تمام چیزا دستشه، نمیدونم اینو میکنه اونو میکنه، یه جنس میارم ظرف 5 دقیقه یارو حلش میکنه، اصلا ولم کن استاد، من بعد 1 ماه وقت بذارم یه نفر دیگه رو بخوام ترین کنم که کار اینو بکنه اینا. اصلا چرت نگو بابا. بعد تو خونه که داشتم میشم برگشتم فکر میکنم که این پسر دیوونه است، اومده میگه میخواد منو کمک کنه، بعد اولین چیزش اینه که مهمترین مهرت رو بنداز بیرون. گفتم عجب احمقیه. بعدها سالها بعد فهمیدم که من احمق بودم و اون راست میگفت. آدمی بود که راضی بود و کمپانی رو نمیبرد جلو. اگه یکی که میومد هیجان داشت، ذوق داشت و اینو میدوید، خیلی میتونست قوی باشه. و من اینو فهمیدم، یعنی مثلا اینو دیر فهمیدم و خیلی هم چیز بودم، یعنی مثلا ناراحت شدم چون من برای اون آدم جنگیدم، گفتم که نه این خوبه باید بمونه و فهمیدم که من داستان احمق بودم. یعنی این حرفی که تو میزنی میگی تو آردی میدونی طرف بده اخراجش نمی‌کنی. من اصلا نمیفهمیدم طرف بده، من میخوام این ورشو میخوام تو حرف بزنی. من میخوام یه مثال خیلی قشنگ دارم، مثلا واقعا آدم برگ و بالش میریزه. میگه یه کمپانی بود به اسم بلاک باستر، الان تمام بچه‌ها که الان اینجا میبینن احتمالاً نمیدونن این چیه. بلاک باستر یه کمپانی بود که فیلم اجاره میداد و بهترین بیزنس دنیا رو داشت. چرا؟ چون هیچ کاری نباید میکردن. مثلا وقتی تو یه کمپانی داری صندلی میسازی باید پایه جدید به فکر باشی، 2 سال دیگه مدل عوض میشه، یعنی اونم باید یه گویی بخوری. از صندلی ساختن یه کار شاید آسان‌تر نباشه بخوای تو فکر کنی بهش. این کمپانی هیچ کاری نباید میکرد چون کمپانی‌ها دیگه بقیه فیلم‌ها رو می‌سازن، این فقط بعد اجاره بده. این فقط باید یه جا داشت که یه صفحه بود که دیویدی‌ها رو بتونه روش بذاره وایسه. حالا مثلا میتونست این صفحه رو از آبی بکنه به سبز، اونم نمیکرد. چرا؟ چون تمام برندش و لوگوش اگه میشه بندازین رو تصویر بلاک باستر زرد و آبی بود و تمام مغازه رو کرده بود زرد و آبی. مثلا این تو نمی‌تونی بری توش سبز بشه. تو میگی آقا اگه بری مغازه کوکاکولا توش قرمزه، نمی‌رفتی تو بلاک باستر توش فقط آبی بود، از خطا زرد بود، کنارا زرد بود، وسطش هم که دیگه آهن بود و اینا چیده بود رو هم. دیویدیو رو عشق و حال برو بریم. این کمپانی 200,000 تا کارمند داشت، 200,000 نفر براش کار میکردن، میدونی، یعنی جمعیت شهر بیشتر. بعد درآمدش یه چیزی بود وحشیانه و دوباره توضیح میدم، هیچ کاری نباید میکرد. یکی دیگه فیلمو میساخت، این فیلمو میخرید $20، اجاره میداد روزی $10. بعد برای ماه اول که فیلم اومد بیرون تو 3 بار شاید میرفت و نمیتونستی فیلمو بگیری. بعد چند تا ازش میآورد؟ 100 تا کپی ازش میآورد. یعنی 100 تا کپی رو تو شاید روز 14 میتونستی بهش برسی. یعنی 100 دفعه این 14 بار اینا اجاره رفت تا به تو برسه. روز اول و دوم پول دیویدیو در می آورد، از روز 3 100% سود بود. بعد ساعت 10 صبح پس می آوردی، 11 می آوردی، یه $5 دیگه میخورد بهت تا 12. اگه 12 به بعد می آوردی که اصلا یه $10 دیگه بهت میخورد.
بعد من شاید از هر 10 تا فیلمی که میگفتم واقعا 7 تاش عقب میافتاد. مثلا دست خودت نمیتونی خوابیدی جوونی دستو بیدار نمیشدی پس بدی. بعد VHS بود، اگر نمی آوردی اول $1 چارجت میکرد که نیاوردی ویدیو رو اول. خب یعنی فقط سود داشتین دیوس. نمیتونی تو باور کنی چه کمپانی بود. براش 5000 تا دکتر و مهندس کار میکرد که یعنی لولای عقلی در لولی که ما نتونیم بفهمیم. بعد یه کمپانی اختراع میشه به اسم نتفلیکس. نتفلیکس خودش میاد به اینا میگه آقا بیا منو بخرین. بعد اینا نگاش میکنن میگن نه. بعد نتفلیکس میره بزرگتر میشه، 4 سال بعد میگه ببین بهتون گفتم بیا ما رو بخرین، ما گنده میشیم، نخریدین اون موقع، حالا بیا ما رو بخرین. مثلا $90 میلیون. بعد این کمپانی که مثلا داره روزی $90 میلیون از ان پول در میاره. میگه یکی مثلا زحمت بکشه میگه باز زحمت کنم. اینا هیچ گوی نمیخوردن. اینا فقط یه جا یه در بود باز میشد میگفت اینی که آقای مثلا فلانی ساخته دیویدیش اینجاست، هیچ زحمتی نمیشه. بعد 10 سال بعد حالا چند سال بعد میره نتفلیکس بهش میگه آقا بیا رو بخر $90 میلیون. $90 میلیون ما یه وبسایت میدم برام بسازن، خودم دیویدی اجاره میدم. $90 میلیون خرج مثلا نره $2000 مثلا خرج داره. نه. و نتفلیکس باعث شد که بلاکباستر و تمام بلاکباسترهایی که تو دنیا وجود داره، حالا به اسم مثلا تو کانادا راجرز ویدیو بود، مثلا تو فرانسه احتمالاً بوده فرنچ مووی نایت، تمام این کمپانی تو کل دنیا از بین رفتن به خاطر این کمپانی. و تو فکر کن تو جز اون 1000 تا کمپانی باشی که دارین تو دنیا دارین از این راه مشتی پول در میارین، تو اونقدر شانس داشته باشی که نتفلیکسی که قراره در آینده تو رو بکشه بیاد خودش رو به تو آفر بکنه و بین 10,000 دکتر و مهندس و PhD و پروفسور با همدیگه عقلشون نرسیده که آقا داریم ما کار اشتباه رو انجام میدیم. میخوام آدما وقتی تو اینو میخوام که تو بفهمی وقتی فکر میکنی همه چی خوبه همه چی درسته میتونه همه چی داغون باشه. سعی کن بفهمی چی رو نمیبینی، چی رو نمیفهمی. یعنی مثلا من احمقم که یه بار نگفتم که به نظر من مهمترین مهره کیه؟ به نظر من مهمترین مهره رابرته. رابرت شاید من اشتباه کنم، شاید بدترین مهره است، میتونه بدترین مهره. اگه یه بهتر می‌خواست بیاد چی؟ من یه بار این کارو نکردم. من میخوام کسی که هست، چون تو مثالی که تو زدی گفتی آقا تو میبینی یارو بعد میاد دیر میاد سر کار بندازیش بیرون دیگه، سگ زدر چه نمیندازی بیرون. من دارم میگم اونی که خوب میاد و خوب میره و میگه بله قربان، اونم فکر کن اگه بندازی بیرون میتونه نفعت باشه. به عنوان بیزنسمن باید این چیزا رو نگاه کنی. حالا این داستان من بود، حالا بریم رو داستان جنوالی. تو داستان تو توضیح بده روی این حسابی که میبینی یارو بده و دلت نمیاد بخواد بندازیش بیرون چون میگی حوصله ندارم و ادامهش رو خود بگو. من الان تقریبا 12 ساله که دارم تو این حوزه کار میکنم. یه حوزه آبی رنگ بزرگه ها، حوزه کوچیک نیست. آره یه حوزه خیلی بزرگی که توی اونجا ویدیو میسازیم برای بقیه و عکاسی، فیلمبرداری، هلیکم، حالا همه چی. حوزه خیلی بزرگی. توی این تایم هم کلی نیرو اخراج کردم، هم کلی نیرو استخدام کردم، هم با کلی کارفرما کار کردم، هم کارفرمای خیلی از آدم‌ها بودم اون موقعی که استخدام می‌کردم. بزرگترین، حالا نمیشه گفت بزرگترین، چون همیشه هر موقعی که ما یه چیزی رو میفهمیم میگیم واو این چه چیز خفنی بود فهمیدیم، فکر میکنیم که اون بزرگترین چیزیه که فهمیدیم، ولی در واقع همه این چیزها کنار هم دیگه است که میتونه مثلا از ما یه بیزینسمن خیلی خوب بسازه، نه صرفا اون یه دونه چیزه. اما یکی از اون بزرگترین چیزایی که فهمیدم همینه که من هر کجایی که الان برمیگردم عقب نگاه میکنم میبینم ضربه خوردم، به خاطر این بوده که میترسیدم اخراج بکنم. ترس من مثلا چی بوده؟ فلانیه که پشتیبان سایت منه، همه مشتری‌ها رو باشون صحبت کرده، همه راه و چاه و بلده، بهانه‌های مشتری‌ها رو بلده، فروختن و بلده، سایت نمیدونم پنل مشتری‌ها همه چی رو بلده. من اگر بخوام اینو اخراجش بکنم یکی دیگر رو بیارم دهنم سرویس میشه، اون نیرو جدیده رو آموزشش بدم بشه تازه مثل روز اول اینی که الان مثلا 3 سال داره کار میکنه، 1 سال داره کار میکنه، ولش کن حالا باهاش میسازیم کجدار و مریض. یه مثال دیگه، ولش کن حالا با یارو زندگی رو ادامه میدیم. با مثلا 30 سال با یارو داری زندگی میکنی، نمیتونی باهاش بسازی، نمیتونی زندگی خوبو داشته باشی، نه حالا ولش، ان شاءالله یه بچه میاریم درست میشه، بچه میاد میشونه میبره همه مشکلاتو. همین قضیه مثلا توی کارمندم هست. من محمد مشهدی توی همین کوچیکترین تجربه‌ای که دارم که 10-12 سال دارم کار میکنم، فقط میگم اگر به موقع اخراج میکردم الان 20 برابر 50 برابر بیشتر پول داشتم.
چون نمیفهمم که به خاطر این اتفاقات اشتباه دارم پول از دست میدم. نمیفهمم مثلا هرز رفته هزینه‌ام فلان جایی که این نیرو اشتباهه باعث شده تازه من مجبور شم به خاطر تنبلی این آدمه 4 تا نیروی دیگر رو استخدام بکنم، در صورتی که اگر اینو اخراج بکنم یه نیروی درست بیارم این 5 تا کار دیگر رو هم کاور میکنه، من همه اونا رو میتونم بندازم بیرون. نه اینی که صرفا کمتر بخوام پول خرج بکنم. و خیلی وقتا ما دغدغمون دغدغه فکریه، دغدغه ذهنیه که من الان باید 5 نفر آدمو مدیریت بکنم تا اینی که 1 نفر آدمو مدیریت بکنم. و من تا الان بزرگترین ضربه‌ای که خوردم سر اخراج نکردن بوده، ولی از یه جایی به بعد تقریبا یه سال 2 سالی است، مخصوصا از بعد اینکه استانبول دارم زندگی میکنم که دیگه تمام تیم من دورکار شدن. تا قبلش تو اصفهان بودم من و هی دلم نمیومد اخراج بکنم. چرا؟ چون سخته تو اصفهان که نیروی خوب پیدا نمیکنم، هی ذهنم این مشکلاتو داشت، محدودیت‌ها رو داشت. نیرو خوبا تو تهرانن، نه اینجا که فایده ای نداره، همینو بزن نگرش داریم. از وقتی که دیگه خودم هم دیگه نبودم اصفهان، همه تیم من دورکار شدن و دیدم چقدر نیروهای خوب توی همه ایران وجود داره که کار بکنم، ببین یعنی وحشیانه اخراج میکنم. حالا یه ذره بریم جلوتر، چند تا مثالم از مثلا اخراج هایی که اتفاق افتاده میزنم که بیشتر این موضوع باز بشه. اینطوریه که فرصت نمیدم به آدم ها که بیشتر از 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار اشتباه بکنن، در صورتی که قبلا 550 بار هم اشتباه میکرد طرف، میگفتم با عیبی نداره، من یه پدر مهربانی ام که میخوام این بچه رو تربیت کنم، ان شاءالله بعداً درست میشه، آدم میشه. مثالا رو بعداً میگم. الان تو هم اگر پوینتی داری اضافه بکن تا بعد بریم روی اصل صحبت اخراج کردن وحشیانه. من پوینتی ندارم، حرفات همه درسته و میگم هم اون طرفی هم اگه کسی کار میکنه جایی و احساس میکنی که پیشرفت نمیکنی و احساس میکنی که به احترام نمیذارن و ناراحتی، بیا بیرون. یه چند وقت سختی میکشی، چند وقت میتونه چند سالم بشه، ولی بعدن که بهش نگاه میکنی میگی بهترین تصمیمم این بود که اومدم بیرون. یعنی چون تو زندگی میکنی بین آدم‌ها دیگه، تو چند دفعه تا حالا دیدی یکی بگه بزرگترین اشتباه زندگی من چی بود؟ یه کار داشتم ازش اومدم بیرون. این خیلی از کم شنیدی اگه باش فکر بکنی. اینم همه میگن بهترین اتفاق زندگی این بود که فلان موقع از این رابطه اومدم بیرون، فلان موقع از این کاره اومدم بیرون. آره مثلا خوبو میگه مثلا میگه داشتم واسه گوگل کار میکردم، بعد یهو احمق شدم اومدم بیرون، بعد به خاطر اون اینو دارم. یعنی مثلا حتی خفنام مثلا مثالشون اینجوریه. اون 2-3 هفته پیش که با هم صحبت میکردیم همین بحث اخراج و اینا پیش اومد، گفتی من اگر مثلا 10 سال پیش اینو میدونستم بالای اتاقم گنده میزدم از اخراج کردن نترس. و به همه نیروها میگم مثلا این حرفو بپیچونین که مدیر ما از اخراج کردن نمیترسه. این کاره به نظرت تاثیرگذاره؟ یعنی میتونه یه کاری بکنه که آدما مثل آدم کار بکنن یا صرفا فقط یه 100%؟ یعنی اگه طرف بدونه که تو دیکتاتوری، 2 تا حالت داره، یا نمیاد روز اول تو، یا وقتی اومد تو اومده دیکتاتور رو خوشحال کنه. اگر روز اولم بیاد ببینی آدم چیل هستی، میگه خب اینو که میمالیم درش، تو هم همین کارو میکنی منم این کارو میکنم. این فیساغورس نیست که مثلا بیا بشین مغزمون رو اسکن کنیم داستان چیه. خب نه من رئیسم چیل باشه، مغازه ساعت 6 میبنده 5:55 دقیقه است، خبری نیست دیگه. من میشم روی مبل اینجوری میکنم میگم اصلا بریم دیگه، میام در میبندم میرم 5 دقیقه زودتر. ولی اگه بدم مغازم صاحبش دیکتاتوره، تا 6 میمونم، ساعت که شو 6 2 تا 0 بلند میشم میام در میبندم که وقتی در میام 6 و 1 دقیقه است. بعد مطمئنم مغازه‌هایی هستن که تو این حالت تو دقیقه 5 و 59 یه چیزی فروختن، مهم نیست چند، بگو $1، ولی اون مشتری، اون رئیس رو من $1 ازش میگیرم به خاطر اینکه با من مهربون بوده. اون رئیسی که دیکتاتور بوده و بد بوده رو من براش $1 اضافه پول در میارم. این یه فکت، اصلا هیچکی نمیتونه با این بحث کنه. ما اگر همون اول با نیروهامون کاملا شفاف صحبت بکنیم که ببین مثلا اینجا جای این مسخره بازی‌ها نیست و اینا، به قول تو یا از همون اول اصلا طرف نمیاد، یا دیگه خیلی هم رو فاز دیکتاتوری نمیبریمش که مثلا طرف بخواد بترسه و اینا. مثلا من این کاری که خودم انجام میدادم این بود که میگفتم بچه‌ها من هیچ وقت از رفتن هیچ کدومتون نمیترسم، مطمئنم هر کدومتون برید، چه استعفا بدید، چه اخراج بشید، چه مشکلی براتون پیش بیاد، بخواید برید سربازی، دانشگاه، ازدواج کنی، خواستگاری بری، هر چیزی، مطمئنم اگر دیگه تو نباشی یکی بهتر از تو میاد کار میکنه. و مطمئنم اگر دیگه منم با تو کار نکنم، به هر دلیلی دفترمو جمع کنم، ورشکسته بشم، اخراجت بکنم، اصلا هر اتفاقی بیفته حال نکنم باهات بندازمت بیرون، مطمئن باش کارفرمای بعدی که میاد سراغت از من 10 برابر بهتره. بعد یه همچین چیزی رو اگر من بکارم توی ذهن آدم‌ها، دیگه آدم‌ها خیلی انگاری حالشون بد نیست. یعنی من چیزی که همیشه دوست دارم
صحبت بکنم دربارش. حالا همیشه با نیروهایی که کار میکردم گفتم، همیشه دوره ها سمینارها جای مختلف گفتم، اینجا هم میگم هر کسی که داره میشنوه، ما اگر مطمئن باشیم به اینی که توی جهان پر از فرصته، توی این دنیا پر از کاره، پر از شغله، پر از کارفرماه، پر از پوله، دیگه ترس نداریم از اینی که وای خدایا چیکار کنم، اگر این منو اخراج بکنه که من بدبخت میشم، قسطامو چیکار کنم، وای زندگیم به خاک سیاه میشینه، وای بدبخت میشم. ولی اینطوری نیست. خیلی راحت فاصله ما با یه دونه شغل دیگه 1 ساعت سرچ کردن و 1 ساعت اپلای کردن این ور اون وره. چرا انقدر میترسیم که مثلا وای الان بدبخت میشم؟ برعکسش هم هست، فاصله ما با استخدام یه نیروی از اون قبلی بهتر شاید مثلا 1 2 روز 3 روز 1 هفته 2 هفته زمان گذاشتنه، ولی اون نیرو بهتره میاد تمام باگای اون قبلیه رو پر میکنه، 10 تا امتیاز مثبت دیگه هم داره. پس نباید بترسیم. تمام آدمایی که کارشون رو عوض میکنن به یه کار بهتر میرسن، نه به خاطر اینکه دنیا اینجوری درست شده، چون میگه اوکی من این ناراضی بودم، پس مثلا میگم اولین کارو که شروع میکنی میگه آقا من هر کاری بگی میکنم، یارم میبینه تو داری میگه برو توالتو بشور، بعد تو میدونی هر روز توالتو میشوری، بعد میگم از این کار خوشم نمیاد، دفعه بعد که میخوام یه کار کنم میگه آقا من همه کارم میکنم توالت نمیشورم، مغازه لازم داره میگه اوکی بیا توالت من خودم هم که میشورم بیا تو. بعد دوم میبینی نه در واقع همه دارن با تجربه میشن و تجربه همه چی رو بهتر میکنه. به خاطر همین من میگم حرف تو کاملا درسته، بیا بیرون. ولی من خودم همیشه ساید رئیسی شو بودم و من به عنوان یه رئیس اخراج نمی کردم، یعنی میذاشتم یارو بره، یعنی خود یارو دیگه انقدر گم میزد میگفت دهنم سرویس من باشم برم. یعنی احساس گناه میکردی از اینی که اخراجش بکنی مثلا زندگیش خراب میشه؟ آره همون میگفتم که ببین یاد میگیره دیگه، مثلا الان نفهمید الان داره میفهم. من نمی‌تونم باور کنم واقعا آدم‌ها انقدر کن ذهنن. اینو واقعا میدونی من یه چیزی که همیشه منو به فنا میداد این بود که آدم‌ها رو با خودم مقایسه می‌کردم، نه اینکه من خیلی آدم باهوشی‌ام، من مثلا پروفسورم، نه تو یه چیزای خوبی، تو چیزای احمقی. وقتی تو چیزی خوبی فکر می‌کنی منم بیاری تو اون، من مثلا تو اون احمق باشم. مثلا من اینطوری هم که هر چیزی رو مثلا یه بار یه آموزشی ببینم، یه بار یکی بهم بگه، دیگه خودم 20 بار دیگه هم انجام میدم، دفعه بعدی از اون آدمی که بهم یاد داده بوده بهتر یاد میدم، خیلی مثلا خوب درس میگیرم و خوب درس میدم به بقیه. و انتظارم هم این بود که بابا خب دیگه یه بار بهش گفتم دیگه میفهمه، 2 بار گفتم، 10 بار گفتم، دیگه بابا هر روز کارت داری انجام میدی، باید بلد باشی این کارا رو انجام بدی. مثلا اون مثالی که میزدی از اون شرکت که دهنتو سرویس کرده بود، بابا دیگه این کار باید دیگه بتونی انجامش بدی. هر آدم احمق اینو میفهمه. ولی نکته اینجاست که منی که صاحب بیزینسم حس میکنم همه مثل خودمن و همه قراره بفهمن، همه قراره چشم انداز داشته باشن، همه قراره هدف گنده برای بیزینس من داشته باشن، همه قراره مثلا عین من باشن. ولی اون آدمم داره از طرف خودش نگاه میکنه که بابا من مثلا فقط قرار بوده اینجا مثلا تایپ بکنم، فقط قرار بوده رو سایت کار بکنم، چرا یهو اینقدر من مسئولیتام سنگین شده، چرا یهو اینقدر مثلا چیزای سخت داره وارد مغز من میشه. من فکر میکنم همه آدما قراره بیزینسمن باشن و مولتی تاسک باشن و همه کاری بلد باشن. اون از اون ور فکر میکنه که مثلا وای من دارم مثلا کار اضافه تر ازش میخوام، در صورتی که کار اضافه تر اینه که این خودکار رو از اینجا بگیر بذار اونجا، ولی اون طرف دوست داره تا آخر عمرش کارمند بمونه و همون کار رو فقط انجام بده. آره من همیشه هم میگفتم مثلا میای میگفتم چرا یه بار خودت مثلا نمیشینی یهو بگی من تصمیم گرفتم اینم درست کنم. مثلا ما رنگ داشتیم بعد میکس میکردیم دیگه، مثلا بلک سیاه و آبی و صورتی و زرد میشد 4 تا، بعد توی پک میساختی 5 تا میگفتی توش 2 تا سیاهه چون مردم بیشتر سیاه پک میکنن، یه پک میساختی توش رنگ میگفتن چرا نمیای مثلا تو یه بار بیا میگه آقا من نشستم گفتم آقا بذار ما 9 تایی نداریم، ما 8 داریم و 10، من امروز بیکار بودم گفتم بذار 9 بزنم. یه بار چرا نشد تو بیشتر از 5 بمونی؟ مثلا تو هیچ علاقه نداری که مثلا جنس جدید اومده بگی نه بابا مهمه، من میدونم من 2 سال اینجا بمونم، مثلا منم جزئی از هیچ وقت من احساس میکردم این بچه منه و فکر میکردم که بقیه هم باید بفهمن این بچه منه. بقیه که اینو نمیفهمن که هیچی، میگنم بچت به جهنم، امیدوارم بچت سرطان بگیره. یعنی اگرم بفهمن ریسپاندشون اینه که امیدواریم بچت رو آتیش بزنیم. نمیدونم چرا
میدونی دلیلش اینه که اگر اون آدمه اون هوش بیزینسی و اون هوش کار کردن و پول در آوردن رو به اندازه تو داشته باشه، تو کار نمی‌کنه، الان خودش بیزینس داره پول در میاره. اگر اومده کارمند تو شده، من مدیر باید حواسم باشه به توقعاتم. یعنی مثلا من اینطوری هم که بریم بتره کنیم، پاره پوره کنیم، بریم اینجوری بریم اونجوری، و طرف میگه بابا من فقط می‌خواستم بیام پول قسط دانشگاهمو در بیارم، پول سیگارمو دیگه بابام نخوام بگیرم، مثلا 5 میلیونم به من بدی من زندگیم اوکیه، با من حرف از عددهای گنده نزن. مثلا مغزش میتره که اصلا یهو ظرف وجودش منفجر میشه. این قضیه‌ایه که خیلی آسیب میزنه هم به اون کسی که بیزینس داره، هم به اون کسی که داره یه جای کار میکنه. و هی مثلا میترسونتش سر اخراج، ببین دیگه این دفعه اینجوری نکنیم این نازمت بیرون، ببین دیگه فلانا. ولی اتفاقی نمیفته اگرم اخراج بشیم. یعنی اگر کسی داره ما رو میترسونه به خاطر اخراج شدن، حرفش فقط باد هواست. اتفاقا باید از اونجا بریم و مطمئن باشیم جای بعدی بهتره. همونطوری که همه آدما تجربه هاشون اینه که فلانیه رو از دست دادن بعدیش بهتر بود. تو خودت 100 تا رابطه ناموفق داشتی، 101 شده این چیزی که الان بهش افتخار میکنی. خود من کلی استخدام و اخراج داشتم، این نیروهایی که الان دارم میگم خوبم. خود من مثلا با کلی آدم در ارتباط بودم، این کسی که الان باهاش ازدواج کردم دارم میگم چقدر کار خفنی انجام دادم. ولی به قول تو هر اشتباهی که میکنی، هر بار که تو پاچت میره، یه دونه پوینت آموزشی دریافت میکنی که آها من فهمیدم اینطوری این نتیجه را میدهد، پس دفعه بعدی این کارو نمیکنم. و این آدم باهوشه که این کارو میکنه دیگه، که میگه اوکی من الان این گنده کاریو کردم، اخراج شدم، هیچ مشکلی هم نداره، جای بعدی میرم 100 تا از این بهتر، دیگه این اشتباه رو نمیکنم. ولی خیلی ها میترسن از اخراج شدن و تا ابد همون کارشون رو نگه میدارن و میبرنش جلو. حالا الان یه نفر اینو ویدیو رو میبینه، میگه خب مادر هرزه، من اگر از کارم میام بیرون سر ماه اول نه غذا دارم بخورم نه اجاره‌مو بدم. فکر میکنه اون باید چیکار کنه به نظر تو؟ فکر میکنه این تو میگی اون چون در خطره تو یه ماه یه کاری پیدا میکنه، نمیمونه زن. آدما گشنشون نیست وگرنه میرن غذا رو پیدا میکنن. هر کسی که میگه من الان پول در نمیارم گشنش نیست، لنگ پول نیست. تو خونه باباش نشسته، خونه مفتی داره، ماشین مفتی داره، پول تو جیبی داره، غذا داره، اسکام سقف بالا سر داره، همه چی داره. اگرم پول در بیاره اوکی خوشم میاد. حالا اگر کارفرما مثلا بخوام کارفرما رو از دست بدم، وای مثلا چه اتفاقی میفته فلان میشه. ولی کسی هیچ کدوم از اینا رو نداشته باشه، به خودش بیاد ببینه خودشه و خودش وسط یک کویر، از تو همون کویره یهو مثلا یه دونه مال گنده در میاره، همه آدمو پا میشن جمع میشن میان اونجا. آدمایی که الکی بهانه میارن گشنشون نیست. یعنی اوکی ترسناکه، واقعا هم ترسناکه. خود من تو اون جایگاه بودم، خیلی های دیگرم دیدم که تو این جایگاه بودن. ترسناکه که من الان داره ماهی مثلا 10 میلیون تومان برام میاد، یهو دیگه این 10 میلیون نیست. وای خدایا چیکار کنم؟ تا این لحظه 10 میلیون برام میومده، الان دیگه نیست. من چه غلطی بکنم؟ دیگه به این زندگی عادت کرده بودم غذای خوب بخورم، عادت کرده بودم هر جا میخوام برم اسنپ بگیرم. الان دیگه هیچی پول ندارم، اتوبوسم نمیتونم سوار شم، پیاده باید برم. حالا پیاده هم میخوام برم، کفش ندارم، مثلا پول ندارم کفش بخرم. سخته بالاخره. کیه که بگه سخت نیست؟ هر کی میگه سخت نیست داره چرت و پرت میگه. اما اگر من میخوام برم به سمت این که 10 میلیونمو بکنم 100 میلیون، پس باید رها کنم این 10 میلیون رو، نچسبم بهش. میدونی ماها خیلی وقتا چسبیدیم به داشته هامون و دوست داریم به خواسته هامون برسیم. به نظر من راه رسیدن به خواسته ها اینه که این چیزایی که الان داریم رو صفر نچسبیم بهش. مثلا تو کمد ما جای 50 تا دونه لباس بیشتر نیست. من رفتم 10 تا لباس خیلی خفن دیدم، دلم میخواد اون 10 تا لباس خفن رو هم بخرم. ولی چه اتفاقی میفته؟ اگر بخرم باید بندازمش رو مبل. اگر اون لباس رو بخرم تو کوله پشتی باید بذارم چروک بشه، جا نیست تو اون کمد. ولی اگر برم همه اون تیشرت قدیمیامو که هیچ وقت نمیپوشم و لباسایی که توش مهمونی نمیپوشم و استفاده نمیکنم بندازم بره، حالا جا باز میشه، 50 تا لباس دیگه میتونم بخرم. ما میچسبیم به اون چیزایی که داریم و به خاطر همین نمیتونیم چیزای جدید به دست بیاریم. مثل شغل مثلا، ما میترسیم شغل فعلیمون رو از دست بدیم. شاید اگه از دستش بدیم بعدیش یه چیز خفن‌تر باشه، ولی میترسیم. کاملا حرف درسته. تو چند بار تا حالا یه چیزی رو از دست دادی که تو اون لحظه از دست دادن ناراحت بودی، حالت بد بوده زیاد. اما بعدن که خفن‌ترش رو به دست آوردی گفتی پشمام چقدر خوب شد که من این کارو کردم. و همه چی، حتی مثلا وقتی که تلفنم افتاده شکسته و پول نشدم تلفن بخرم، یعنی از این تا دوست دختر تا خونه، تا میخواستم این خونه رو بگیرم کاش این میشد، بهتر از این پیدا میشه. اوه اصلا بهترین مثال، آخر مثالش ماشینم میشه. من داشتم ماشین میخریدم. آقا یه شربر میخوام بگم گوش بدین به حرف من، تو رو خدا هیچ وقت ماشین نو نخرین. یعنی از احمقانه ترین کاری که تو زندگی میتونی بکنی، باور نمیشه.
برای اینکه ماشین تو فکر کنم الان یه ماشین $150,000 رو خریدی $60,000 و همون آپشنا رو داری؟ نه من الان ماشین جدیده رو $200,000 بود، من خریدم $190,000 بود، من خریدمش 88. خب یعنی تقریبا 1/3. خیلی دیگه. تازه 88 با بهره و همه چی ها، نه که 88 بعد چند درصد بهره، نه همه چی تو 88. که بعد من الان چون یهو همشو پولشو دادم، از این 88 نزدیک $20,000 بهره بود، ولی من توی 3 ماه ماشین رو پیاف کردم. به خاطر همین من مثلا فقط چیه مدلش؟ مدل تیریه؟ مدل اکسه. مدل تری نمیتونی به سر مدل ایکسه؟ مدل ایکس مدل چنده؟ پلات، یعنی اون همونی که 0 تا 100 2 ثانیه است. اون همه چیش ته خط با تمام آپشن. خود سال ساختش 2017. ولی همه آپشنایی که مثلا رو 2024 هم هست هم داره. بیشتر حتی. مثلا این سونار داره، تو جدید دیگه سونار نمیذارن. مثلا وقتی من میرم جلوی یه چیزی، جلو رو واسم میکشه قشنگ چه ریختی. مثلا میگه یه دونه لوله اومده بیرون همشه. ماشینای الان دیگه نره، فقط بوق میزنه بیپ 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 بیپ. یعنی یه بوق داره. ولی مال من مثلا یه سری چیزاش هم حتی بهتر شده، خیلی جالبه. یعنی من اول ناراحت بودم، بعد گفتم چقدر باحال، چقدر یکی میگه فقط تو میتونی به یه ماشینی بخری که ماشین جدیدترش رو ضعیف‌تر کردن. بعد ببین مثلا آپشن 2017 آپشن چیز داره، آپشن این داره که اینترنت مجانی باشه همیشه، و آپشن این داره که بنزینت یا اون برقی که میخوای بزنی تو بیرون برات مجانی باشه همیشه. این آپشن رو از سال 2020 بعد نمیدن، یا 2018 به بعد دیگه نمیدن. خب من مثلا ماشینم تا روزی که دارمش هم برقش مجانیه هم اینترنتش. یعنی مثلا من با ماشین میرم آمریکا، تو جاده مثلا توی چم نوادا میزنم بغل، دارم اینترنت، دارم فیلم نگاه میکنم، ماشین رو دارم شارژ میکنم مجانی. این آپشن اصلا وجود نداره الان دیگه. الان ماهیونه باید پول بدی، میتونی عضو بشی ماهی پول بدی، برای برقت هم مثلا باید هر چقدر استفاده کنی پول بدی، اصلا دیگه عضویتی وجود نداره. حالا این موضوع خاص ماشین من بود، ولی کلا ماشین رو همیشه دست دوم بخرین چون خیلی تاثیر داره توی چیز. چرا اصلا داشتیم راجع به ماشین حرف می‌زنیم؟ من راجع به ماشین صحبت کردم که در از دست دادن بود، در واقع که یه چیزی رو از دست دادی بعدن خوشحال شدی. من داشتم دنبال ماشین میگشتم، بعد یه ماشین پیدا کردم خیلی خوب بود، گفتم میخوامش. بعد داشتم از بانک وام میگرفتم که این ماشین رو بگیرم. بانکیه به یه دلیلی کنگوشاد بود، طول میداد جواب بده، مثلا 5 روز یه بار جواب میداد. من نمیفهمم، مثلا میخواد که اگه زنگ میزدی همون موقع جواب میداد، ایمیل رو بعد جواب میداد. آدم قدیمی بود. منم چون خیلی تکنولوژی ام فقط ایمیل میزدم و فکر می‌کردم خب وقتشون دیگه. خلاصه آقا 3 هفته طول کشید تا این کارو انجام بده. بعد 3 هفته که من به یارو مسیج زدم که آقا بیا بریم توش، یارو گفت آقا چیزه، من فروختم ماشینو. کلی ناراحت شدم. بعد یه ماشین دیگه پیدا کردم اون بهتر. گفتم بابا دیدی چه خوب، اومدم اینو بخرم. بعد فهمیدیم یارو دروغ گفته، ماشین تصادف داشته، گفته تصادف نداشته. گفتم خیلی خب. من یه بار ماشین تصادفی خریدم، دهنم سرویس شد، انقدر الکی بی‌دلیل قور می‌زنم، من دیگه نمیخرم ماشین تصادفی. نه مرسی، اومدم بیرون. بانک هم مثلا به ماشین تصادفی وامم نمیداد، یعنی اگه منم اوکی بودم بانک هم مثلا اوکی نبود. یعنی بانک ما ماشین تصادفی نمیداد. روز اولم اینو گفته بود، اینم من گفته بود نیست و فهمیدن که دروغه. دیگه من اصلا بیخیال شدم، گفتم آقا گور پدرش نمیخوام. بعد سر حالا چه داستانی و چه اتفاقایی من یه دونه ماشین دیگه پیدا کردم که الان اونو خریدم. بعد من اون ماشین که دیدم مثلا اس بودن، این اکس اصلا یه لول دیگه است. بعد ماشین که دیدم مدل معمولی بودن، این آخرین مدلشه. ماشین دیدم آپشن نداشتن، این همه آپشن‌ها داره. ماشین دیدم برق مجانی و اینترنت مجانی نداشتن. یکیشون برق مجانی داشت اینترنت نداشت، یکیشون اینترنت داشت برق نداشت. این هم برق داشت هم اینترنت داشت. ماشین دیگه با کیبل نمی اومدن، این با کیبل می اومد. یعنی $300 تا تمام جاهاش اصلا یعنی آنچه خوبان همه دارند و یک جا تو این ماشین برای تو جمع کرده بود. یعنی نمیدونی چقدر میرفت تو پاچه من، مگه اون دوتایی که آرزوم بود خریده بودم و میگفتم آقا تو که دیوونه، تو که پول داشتی میرفتی پولت از حسابت کش میگرفتی میدادی به یارو، بعد وام میسیدی بانک وامو بده، وام میخواستی به حساب خودت، میگفتی من پول یارو دادم. بانک هم با این موضوع اوکی بود. خودم از دست خودم شاکی بودم که اونم دیوونه ای.
ببین قرار بوده که تو به این ماشین خفنی که الان داری برسی، ولی داشتی زور میزدی که نه من اون ماشینه رو میخوام، وای بذار عجله کنم برم مثلا برسم به این قضیه. همون داستانی که مثلا املاکی ها خیلی خوب انجامش میدن، ماشین فروشی ها انجامش میدن. آقا این ماشین رو نبری 37 تا مشتری پاش خوابیده ها، ببین بهترین ماشین طلاست، این ماشین از دست ندی، یا این خونه خفن اوکازیونه. ولی هر موقعی که این اتفاق میفته بگی اوکی بده بره به اون 37 تا، بعدیش یه چیز خفن‌تری در میاد بیرون که پرات میریزه، چون قرار اون اتفاق خوبتره بیفته، ما چسبیدیم. یعنی همیشه باید به این موضوع فکر. من راستی اصلا همین خونه‌ای که الان دارم توی زندگی میکنم، ببین قضیه اینطوری بود، همون خونه‌ای که گفتم مثلا گرونتر بود و نمیدادن و یه سال پولشو پیش می‌خواستن و همه اینا، مثلا اینجوری بود که توی یه برجی که فقط استخر آوتدور داره و 9 ماه سال بسته است و فقط تو 3 ماه تابستون بازه که 3000 نفر ریختن تو اون استخر، یه باشگاه کوچیکی داره و تمام. طرف میخواست مثلا بگیره چه میدونم مای $2000 مثلا حدوداً. الان توی خونه‌ای دارم زندگی میکنم که استخر ایندور داره، باشگاه داره، زمین بسکتبال داره، آلاچیق و تاب و سرسره و پینگ پونگ و هر کوفت و زرماری که اصلا اضافه کاری هم هست داره مثلا توی رزیدانسه و مثلا با نصف قیمت اونجا. حالا اگر من اون موقع میتونستم به اون قضیه برسم، خب قرار بود تا ابد بره تو پاچم با امکانات کمتر. یا مثلا تو همین مثال تو قرار بوده مثلا اون ماشین تصادفیه به درد نخوره چپل چلاقو بری بخری، احتمالاً هم گرونتر و به این چیزی که الان داری نرسی. خیلی این چیز خفنیه که ما اگر بلد باشیم از دست دادن رو، یعنی بدونیم این موضوع رو، بهش آگاه باشیم که آره این قراره بره و بعدیش بهتره، آره قراره این بره جا باز بشه بعدیش بهتره. مثل موبایلی که مثال میزنی، مثل رابطه عاطفی که مثال میزنی، مطمئن باش اگر تو دست وای یعنی بعدی النا چی میخواد بشه؟ به 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 مطمئن باش تو اگر از دست نمیدادی اون قبلی‌ها رو و حالا افتری رابطه رو پس نمیدادی، نمیرسیدی به این چیز فعلی که داری. فقط تو باید مطمئن باشی که اون چیزی که از دست میدی، چه کارمنده، چه رابطه عاطفیه، چه موبایله، چه ماشین، هر چیزی هست، قرار بوده که دهنتو سرویس بکنه. حالا این میره بعدی بهتر از اونه، نباید بچسبیم به چیزایی که داریم. خیلی این نکته مهمی. آخه واقعا چون تو عوض نکنی عوض نمیشی دیگه. خیلی منطقیه. بعد هیچ کسی هم نمیگه که عوض شدن با خوبی شروع میشه. پس تو اگه فقط همین دو تا موضوع رو بفهمی حل دیگه. تو بخوای عوض شی، اولش یه خورده سخته. آره بعد چیز جدید یاد بگیری، راحت یه خورده دورتر میشه، جا پارکینگ تو بعد دوباره پیدا کنی، بفهمی کجا وایسی غذا تو بگیری. ولی هر کی داستان خودش داره، هر کی زندگی خودش داره. معمولا اصلا چیزایی که ما به دست میاریم که دوستش داریم راحت به دست نمیاد، وگرنه خب آلردی الان همه داشتنش. اون ماشین خوبه، رابطه خوبه، بیزینس خوبه، درآمد خوبه. اگر راحت بود که همه داشتن خوب پول در می آوردن. چرا فقط یه درصد کمی از آدما دارن خوب پول در میارن، خوب زندگی میکنن؟ حتما سخته که کسی نمیتونه انجامش بده، یه عده کمی انجامش میدن دیگه. پس باید قبول کنیم که اگر الان داریم راحت مفتی مای 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان، $X انقدر تومان در میاریم، حالا میترسم از دستش بدم. ببین اگر تو ذهنمون اینه که من همیشه قراره آب باریکه داشته باشم، همیشه کارمند باشم، همیشه خیالم راحت باشه، بیمه دارم، 30 سالگی بازنشسته میشم، فلان میشم، اصلا نباید این صحبت‌ها رو کسی گوش بکنه. اگه کسی میخواد کله خری بره جلو، بیزینس داشته باشه، پول خوب در بیاره، درآمد خوب داشته باشه، این حرفا مناسبشه. کار راحتی نیست. یعنی معلومه که سخت انجام دادن کارهایی که تو رو به پول برسونه. کی گفته راحته؟ هر کسی میگه راحته داره چرت و پرت میگه. کار سختیه، منم قبول دارم که سخته، یعنی باید من قبول کنم که سخته و سختیشو به جون بخرم. حالا اوکی سختیشو انجام میدم، به راحتیش میرسم. یعنی همیشه بعد از اون سختیه راحتیه به دست میاد. همیشه راحت نیست هیچ چیزی. راحتیش خیلی طولانیه، سختیش خیلی کوتاه. همین فقط کافیه بدونی. مثل یه رابطه که دوست داشتی دختر باش میزدی، دیوونش بودی، واسش حاضر بودی بکشی، بعد از 2 ماه میبینی اونقدی واسط مهم نیست. بعد از 2 سال یکی میاد میگه آره دوست دخترتو دیدم، میگی به چپم. همینی که واسش مثلا قسم میخوردی اگه اصلا یارو رو یادت نمیاد. یعنی الان ماها عاشق کلی آدم بودیم که یادمون نمیاد. راست میگی. یا مثلا کلی نیرو داشتیم که تو اون لحظه میگفتیم بیزینس من داره روی این آدم اصلا میچرخه، این نباشه من شکست خوردم، این نباشه من بروکم، ورشکستم. نه من الان مثل همین حرفی که تو میزنیم الان راحت میندازم بیرون، اسمشو یادمون نمیاد. همین من الان مثل تو شدم. الان با مثلا بچه‌ای، مثلا یکی از بچه‌ای که باش کار میکردم خیلی پسر خوب بود، خیلی هم با هم حال میکردیم و واقعا هم به درد من میخورد و میگم 1 2 بار 3 بار بهش شانس دادم. دفعه سوم که خرابکاری کرد
گفتم آقا از همین امروز تموم شد، خداحافظ. یعنی اصلا نه چیز کردم، نه رفتم اول ادیتور پیدا کردم، گفتم فقط همین شده 1 ماه 2 ماه ویدیو نذارم اشکال نداره. بعد از اینکه درستش کنم سختیش گفتم کوتاه، بعضی درست کنم کلی خوشم میشن. حالا شانسی که آوردم اصلا عقب که نیافتادم هیچی. الان نمیدونی چه اصلا الان یه دنیای قوی داریم که یه تیم خوب داریم، برای چند نفر دیگه ادیت اصلا انجام میدیم، ویدیو خودش ادیت میشه منتشر میشه، اصلا نیرو نداری، همه چی انجام میشه. اصلا نمیدونی چقدر قوی شده، انقدر باحال شدن که قد تیم جدیدمو دوست دارم، نمیتونی باور کنی. با همه شون حال میکنم، از ادمینم که، ولی همه عوض شد. همه رو باید اون سختی رو میکشن، حالا اینو بهش بگو اینو بهش بگو، ای بابا یادت اون اشتباه نمیکرد، ولی تموم میشه. 2 ماه 3 ماه 4 ماه توضیحاتشو میدی تموم میشه، یه آدم قشنگ ترین میشه. و این تا جای ادامه پیدا میکنه که اون نیروها بکشن خودشونو بالا با تو. یعنی مثلا از یه جایی به بعد تو اونقدر بیشتر رشد کردی که دیگه میبینی این نیروهای خیلی به درد نخور دیگه دارن ترمز میشن برات. درست. دوباره اون موقع دوباره باید بگی وای بذار من اینا رو بندازم بیرون، از اول نیروهای قوی تر بیارم. ولی منطق یعنی اولت میگه که بذار بهشون یاد بدم اینا هم پیشرفته شن، ولی همون داستانی که تو گفتی اگه این اون شروع داشت خودش داشت این کارو میکرد. این تا همین انتظار الکی نداشته باش از آدمو. این خیلی مهمه اون بیزنس اونه. مثلا من دیدم یارو میگه این یارو آشپز خوبیه، من میخوام مغازه رو بدم دستش برم. میگم خب آقا مغازه رو دست آشپز رئیس باید بشه، تو چه می‌دونی رئیس خوبی باشه؟ اون فقط آشپزه. میگم خب نه کاری نداره دیگه، باید یه تلفن جواب بده و یه ساعت بنویسه کی بیاد کی نیاد. میگم خب تمام شد، همین دو تا کارو نمیتونه بکنه. من الانی که بی‌رحمانه اخراج میکنم باورت نمیشه چقدر راندمان خوبه، چقدر همه چی درست میره جلو. و به قول تو مثلا فرصت رو میدم، اما ببینم طرف از این فرصت استفاده نمیکنه دیگه خودمو ازش میگیرم، خودمو محروم میکنم، کار کردن با من رو ازش میگیرم. متوجه میشی که نمیفهمه، دست خودش چیز، متوجه میشی که متوجه نمیشه. پس میگی خب اگه این آقا متوجه نمیشه نمیگیره کار منو، این براش خوب نیست. تو نمیتونی بگی همه آدما میتونن مکانیک باشن، همه آدما میتونستن شیمیدان باشن، همه آدما میتونستن ما نه نمیتونستن. اگه تو به تمام آدما میگی مگه نمیکنیم این کارو؟ ما به همه آدما ریاضی یاد میدیم، ما به همه آدما علوم یاد میدیم، ما به همه یارو میاد میگه مثلا این اون نظرات همه چیزی که داریم میبینیم. مثلا من الان یکی از بزرگترین مشکلایی که دارم، همیشه بچه‌هایی که میخوان بیان مثلا با من آموزش ببینن و کار بکنن، مشکل دارم با خانواده‌هاشون و پدر مادراشون که بچه‌ها میخواد بیاد یوتیوبر بشه، گیمر بشه، تدوینگر بشه، ادیتور بشه، خانواده میگن نه غلط کردی برو درس تو بخون، غلط کردی برو دانشگاه، چرا نمیری مدرسه، چرا امتحاناتو میافتی، چرا فلان میکنی. و من میگم بابا آخه مگه همه باید برن دکتر شن؟ مثلا یه جامعه‌ای رو تصور بکن همه دکترن، مثلا یه شهری 100,000 نفر آدم اون توان، هیچکی غذا نداره بخوره چون همه دکترن، هیچ نونوایی نیست، هیچ دامداری نیست، هیچ کشاورزی نیست، هیچ مثلا خیاطی نیست، همه دکتر. مثلا اینکه مثلا توی شهر میره همه یه شکلن ماشینا. چرا مثلا باید فکر بکنیم که اگر من در گذشته مثلا من اون موقعی که بچه بودم، مثلا من الان یه پدر 60 سالم، اون موقعی که بچه بودم آقا دکتره خوب پول در می آورده و مثلا دامپزشکی و مهندسه، چرا فکر میکنم الانم وضعیت همونه؟ و چرا مثلا نگاه نمیکنم که بابا یارو نشسته مثلا بازی میکنه با کامپیوترش و اندازه 37 تا دکتر پول در میاره؟ همه نباید یه شکل باشن و این تفاوت‌ها توی این دنیا باید باشه که یه جامعه بتونه درست کار بکنه بره جلو، وگرنه همه میشن دکتر. انگاری مثلا یه سیمولیشن ساختی، از همه دوپلیکیت گرفتی، همه دکتر با روپوش اینطوری نشستن، مثلا هیچکی نیست نون بپزه، هیچکی نیست مثلا پلیس باشه، آتش نشان باشه. خیلی مسخره میشه یه همچین جامعه‌ای. آره واسه واقعا همه چی لازمه. باشم تو همه چی همه جور هست، هم دکتر خیلی پولدار داریم، هم دکتر غیر موفق داریم، هم نمیدونم نونوای خیلی پولدار داریم، هم نونوای خیلی غیر موفق داریم. تو همه چی هم همه جور هست. تو اگه بچت میخواد نون باشه بهتره، شغل باعث پولدار شدن یا پولدار نشدن نمیشه. تو اگه میگم بچت علاقه داره، علاقه‌شو باید پوش بکنی. یعنی مثلا بچت میخواد میگه من میخوام برم نون باشم، نه بگی دیوانه، بچه آقا احسان آقا میخواد دکتر شه، بچه ما میخواد نون باشه، خاک بر سر ما. خب نه بگو آره چه نونی میخوای بزنی. ای کاش یه ویدیو بگیریم درباره این موضوع صحبت بکنیم که تویی که الان بچه داری چه پوینتی داری به نسبت بچه‌هات و منی که مثلا چند هزار نفر بچه‌های مختلف از 10 ساله تا 60 ساله دارم باشون کار میکنم، چه مثلا مشکلات و دغدغه‌هایی براشون به وجود میاد. این خیلی میتونه چیز خفنی باشه که چرا مثلا خانواده‌ها فکر میکنن که نه باید بری دکتر بشی، باید بری فلان بشی. خیلی میتونه چیز خفنی باشه. و حالا دوباره رو همین موضوع خودمون بمونیم، من یه نکته میخوام بگم برای استخدام کردنه و حالا کار داشتن و نیرو داشتن و کارمند داشتن و اینا، مهارت اصلا مهم نیست، شخصیت خیلی مهمتره.
یعنی من چقدر ادیتورها، گرافیستها، طراحای سایت، چقدر متخصصای خفنی داشتم که حالمو به هم میزدن، انقدر بی‌ادب و بی‌شخصیت و بد بودن، و چقدر آدم‌هایی که خیلی درست بودن اما مهارت رو میتونی بهشون یاد بدی. یعنی این نکته هم باز از اون قضیه‌است که آدمو میترسن که اخراج بکنن، که آقا یارو دیگه خدای برنامه‌نویسیه، یارو گیک این کاره، یارو نرده، یارو فلانه، یارو بهمانه، و نه این دیگه تهشه. در صورتی که اونو اخراجش بکنی، یه دونه کارآموز داغون ورداری بیاری ولی درست باشه، آدم خوبی باشه، میتونی با اون آدمه بری کلی پول در بیاری. ولی با اون آدم خیلی خفنی که کلی مهارت داره هیچ کار نمیتونی بکنی، چون فقط داره هزینه مغزی ازت میگیره. نه مثلا وقتتو میذاری، مغزتو میذاری، انرژیتو میذاری، بازدهی به دست نمیاد، چون آدمی نیست که رفتار حرفه‌ای رو بلد باشه، ادب رو بلد باشه. این خیلی نکته مهمیه. آره راست میگی، اونم هستش واقعا که تو فکر کنی که اگه میتونی خودت اصلا به طرف یاد بدی، چون میگم واقعا بیزنس با بیزنس فرق داره و کل پوینت این بود که از اخراج نترس، از ترک کردن کاری که از اخراج شدن نترس، از اخراج کردن هم نترس، کلا نترس. آره یعنی کلا از تغییر نترس. تغییر فقط راحتی میاره، راحتی کاذب. چنج یه ناراحتی کوتاه مدت احتمال داره بیاره، بعضی موقع اصلا نمیاره. بعضی موقع تو این کار هستی، میری دنبال کار میگردی، آردی بهت میگه اگه زودتر بیای یه پولی هم بهت میدیم، مثلا میگه فردا نمیتونم بیام. احتمال داره اصلا درد نداشته باشه، واسه یه مدت کوتاهی، یا اصلا مثل آمپول است که بعضی دکتر میگن اصلا نمیفهمی، یه دکتر میگن یه دردی داره. یعنی از این که اصلا درد نداشته باشه تا دردش باشه هست، ولی بعدش حتما خوبی طولانی هست. میدونی این خیلی موضوع جالبیه. تا به قول معروف تا وقتی توشی نمیبینی اینو، چون تو باید بیای بیرون، درد رو بری بعد بهش برسی تا بفهمی. و چون این یه پروسسی، اگه تو نری نمیبینی هیچ وقت نمیتونی بفهمی که داری چی از دست میدی. همون داستان بلاکباستر، این همه قدرت، این همه پول، نتونست ببینه یه چیزی به این سادگیو. 2 بار آفر کردن، نتفلیکس آفر کرد که بیا ما رو بخر. اینا رفتن دنبال نه ما شما رو به خاک سیاه میشونیم. نتفلیکس آقا بیا منو بخر. گفت نه بابا گرون، خودم میکنم. اگه اونا نمیفهمن خیلی راحته که ما هم بتونیم ببینیم که ما هم نمیتونیم بفهمیم. یعنی میگم چیز خارق العاده نیست، تغییر جنس انسانه. ما میخوایم راحت باشیم و تغییر رو نمیخوایم. از تغییر نترس، برو جلو. اگه کارمندت خوب نیست بندازش بیرون، مؤدب، با ریسپکت، نه بی‌ادبی. اگر رئیست خوب نیست تو هم باش بگو آقا من نمیتونم، لاو یو، روز خوبی داشته باشین، دشمن ترشی نکن و برو. شب روز خوبی داشته باشین. جاکس اقتصادی